در حملات رژیم اسرائیل به ایران، مجموعی از عملیات‌های غیرقانونی و جنایتکارانه علیه نیروهای نظامی خارج از محل مأموریت، استادان دانشگاه و شهروندان عادی صورت گرفت. تعداد زیادی از شهروندان غیر نظامی در این حملات به مناطق مسکونی، زیر ساخته‌های عمومی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به شهادت رسیدند و تعداد زیادی مجروح شدند. همکاران عزیز، در طول این جنگ تحمیلی 12 روزه نیروهای مسلح ایران بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد به دفاع مشروع از مردم شریف و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران پرداختند، در حالی که اگر تجاوز رژیم صهیونیستی بی پاسخ می‌ماند، می‌توانست به یک جنگ فراگیر و غیر قابل کنترل در منطقه منجر گردد. جامعه بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز آژانس بین المللی انرژی اتمی میبایست رفتار مسئولانه تری در قبال متجاوزین و جنگ افروزان اتخاذ نمایند. اکنون بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که سیاست مماشات با رژیم صهیونیستی در زمینه نقض سیستماتیک و مکرر حقوق بشر باید کنار گذاشته شود. بر خود لازم می‌دارم از کلیه کشورهایی که مسئولان این تجاوزات آشکار را محکوم نمودند تشکر کنم.